هیجان انتخاباتی زیر همین عنوان روز دوشنبه روزنامه زرد آلمان بیلد مقاله نشر کرد. با عقیده خبرنگار آن پیروزی سوسیال دموکرات ها در انتخابات پارلمانی نه تنها به عهد 16 ساله محافظه‌کاران زیر رهبری انگلا مرکل بلکه به بحث های سیاسی دراز پایان داد. بنا به نتیجه های پیشکی حزب چپی مرکزگرای سوسیال دموکرات 26% آرا را به دست آورد که 2% بیشتر از آوازهای جنای محافظه‌کاران است. با این جنا حزب‌های مسیحی دموکراتی و مسیحی سوسیالیستی شاملند. اولاف شالز نامزد حزب سوسیال دموکرات به مقام صدر اعظم آلمان به طرفدارانش تشکر گفت. من از نتیجه های انتخابات و رأی مردم خرسندم. آنها گفتند که حزب سوسیال دموکرات باید بالا رود. او با همسرش بود و در قرارگاه حزب در حضور طرفداران خوشحالش سخنرانی کرد. اولاف شالز میتواند چهارمین صدر اعظم آلمان پس از جنگ دوم جهانی شود. رقیب محافظه‌کار او آرمین لاشت گفت ما تمامی کار را میکنیم که حکومت زیر رهبری محافظه‌کاران تأسیسیم. از این سبب به آلمان ائتلاف لازم است که کشور ما را پیشرفته کند. شاید یکی از ائتلاف‌ها سه طرفه و با حزب سبزها شود که 15% رأی مردم را به دست آورد. دموکرات‌های آزاد که 11.5% آوازها را صاحب شدند می توانند دیگر طرف ائتلاف شوند. تأسیس حکومت شاید ماه‌ها طول کشد و در این زمان انگلا مرکل در مقام صدر اعظم آلمان می ماند.